میقات ها. برای کسی که بخواهد حج و یا عمره بکند 5 میقات وجود دارد. از این قرار: 1. ذوالحلیفه که اکنون در سمت جنوبی مدینه منوره قرار دارد و به ابیار علی موسوم است. از مکه مکرمه تقریباً 420 کیلومتر فاصله دارد و میقات مردم مدینه منوره می باشد. 2. الجحفه که در نزدیکی شهر رابغ قرار دارد و از مکه مکرمه تقریباً 186 کیلومتر فاصله دارد. میقات مردم شام و مصر و مغرب می باشد. 3. یلملم وادی بزرگی است در راه مردم یمن به مکه مکرمه که امروز به نام السعدیه یاد می شود و از مکه مکرمه تقریباً 120 کیلومتر فاصله دارد که میقات مردم یمن است. 4. قرن المنازل اکنون سیل کبیر نامیده می شود که از مکه مکرمه تقریباً 75 کیلومتر فاصله دارد. میقات مردم نجد و طائف می باشد و بالاتر از آن در جاده طائف از جهت هدا مکانی است به نام وادی محرم که هر دوی آنها میقاتند برای مردم نجد و کسانی که از جاده طائف می آیند. 5. ذات ارق اکنون الدریبه و یا الخریبات نامیده می شود. موضعی است در تقریباً 100 کیلومتری شرق مکه مکرمه که حالا مورد استفاده نمی باشد. میقات مردم مشرق زمین عراق و ایران و سرزمین‌های ماورای آنها بوده است. و دلیل برای آنچه که گذشت روایت ابن عباس رضی الله عنه است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم مدینه ذوالحلیفه و برای مردم شام جحفه و برای مردم نجد قرن المنازل و برای مردم یمن یلملم را میقات قرار داده. فرمودند این میقات ها برای همان مردمان و نیز برای کسی که از آنجا بگذرد اگرچه از مردمان آنجا نباشد ولی اراده حج و عمره کرده باشد و کسی که داخل میقات باشد از همان جایی که هست حتی اهل مکه از مکه احرام میبندند. اما ذات ارق در حدیث گذشته ذکرش نیامده بلکه آن را عمر ابن خطاب رضی الله عنه تعیین کرده و هر که از این میقات ها بدون احرام بگذرد بر وی واجب است که برگردد. اگر برگشت ممکن نبود بر وی فدیه است و آن گوسفندی است که در مکه ذبح میکند و به فقرای حرم توزیع میکند. کسی که از مردمان این میقات ها نبوده از آنها عبور کند نیز از همانجا محرم می شود. اگر کسی از مردمان نجد از راه مدینه بیاید از ابیار علی احرام می کند. کسی که خانه اش داخل میقات های به سوی مکه باشد برای حج و عمره از همان جایش احرام می بندد مانند مردمان جده و بحره و شرائع. کسی از راهی آمد که بر میقات ها نه از راه زمین و نه هوا و نه دریا عبور نمی کرد هرگاه در برابر نزدیکترین میقات واقع شد از آنجا احرام نماید به دلیل فرموده عمر ابن خطاب رضی الله عنه که فرمود در برابری راهتان به آنها نظر کنید. کسی از اهل مکه و یا غیر آن در مکه نیت حج نمود از همانجا احرام می کند ولی برای عمره از منطقه هل یعنی خارج حرم مانند تنعیم و جهرانه احرام می بندد زیرا آنها خارج مرزهای حرم می باشند. و حج میقات زمانی نیز دارد که ماهای حج شوال و ذوالقعده و 10 روز ذی‌حجه می باشد اما میقات زمانی عمره تمام روزهای سال است.